یک شاخه گل، برنامه شماره 453. این برنامه با همکاری شهیدی، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ اصفهان. اشعار متن برنامه از نسیم امیر خسرو دهلوی. گوینده آذر پژوهش. زند هر شب خیالت راه خوابم، فریبد آرزویت چون سرابم. اگر جویی دلم ای مه شتابی، که آمد بر لب بام آفتابم. گرم خواهی به یاری دستگیری، بگیر اکنون که بگذشت از سراب. زند تا در دل افسرده آتش، بیا ساقی شرابم ده شرابم. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا.
سبز نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز، زاغ با روی سیه مانده ز گلزار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، ماند چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. حسن تو دیر نماند چو ز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا. ای گل تازه که بویی ز وفا نیست تو را،
خبر از سرزنش خار جفانیست تو را ره بر بلبل بی برگ و نوانیست تو را التفاتی به اسیران بلا نیست تو را اسیر غم و اصلا غم ما نیست تو را با اسیران بلا ره چرا نیست تو را فارغ عاشق غمناک نمی باید بود جان من این همه بی باک نمی باید بود شب بکاشان یار نمی باید بود غیر روشن شب تار نمی همه جا با همه کس یار نمی باید بود یار اغیار دلم
تشنه خون من زار نمی باید بود تا به این مرتبه خونخوار نمی باید بود. من اگر کشته شوم باعث بدنامی توست، موجب شهرت ناکامی خود کامی توست. دیگری جز تو مرا این همه آزار نکرد، جز تو کس در نظر خلق مرا خواه نکرد. آنچه کردی تا به من هیچ ستم کار نکرد، هیچ سنگین دل بیدار گر این کار نکرد.
مکش از پی آزار دل من. مدتی هست که حیرانم و تدبیری نیست، عاشق بی سر و سامانم و تدبیری نیست، از غمت سر به گریبانم و تدبیری نیست، خون دل رفته به دامانم و تدبیری نیست. از جفای تو بدین سامونم و تدبیری نیست، چه توان کرد پشیمانم و شرح درماندگی خود به که تقریر کنم، عاجزم چاره من چیست، چه تدبیر کنم. این بود شاخ گل شماره 453. گلهای تازه، برنامه شماره 1. جدایی.
دل من همی داد گفتی گوایی، که باشد مرا روزی از تو جدایی. بلی هرچه خواهد رسیدن به مردم، بران دل دهد هر زمانی گوایی. من این روز را داشتم چشم و زین غم، نبوده است با روز من روشنایی. جدایی گمان برده بودم ولیکن، جدایی گمان برده بودم ولیکن، نه چندان که یک سو نهی آشنایی.